81. جانشین چند شخص و چند شماره دارد؟ جانشین 3 شخص و 2 شماره دارد. شخص یکم من، تنها، ما، جمع. شخص دویم تو، تنها، شما، جمع. شخص سیوم او، تنها، آنها، جمع. 82. فعل چیست؟ اون حصه نطقی که عمل و حالت را میفهماند فعل نامیده می شود. فعل به سوالهای چی کار کرد، چی می کند، چی شد، چی می شود و غیره ها جواب می شود. مثال: آمد، می پرد، گفتن، نرو، ندید. 83. فعل ها از روی شکل چند خیلی می شوند. فعل ها از روی شکل تصویری و غیر تصویری می شوند. 84. فعل های تصویری چگونه فعلند؟ هر گونه فعلی که از ریشه آن وابسته به زمان، شخص، شماره و صیغه‌اش فعل دارای تابشی نوی معنایی ساختن ممکن باشد فعل تصریفی نام دارد. مثال: از فعل رو فعل های زیرین ساختن ممکن است: روم، روی، رود، رویم، روید، روند، می رود، می روی، می روم و غیره ها. 85. فعل های غیر تصریفی کدام هایند؟ و فعل های غیر تصریفی که آنها را فعل های جامد شخ شده نیز می گویند: مصدر، رفتن، تیزاندن، فعل حال، کشاله کنان، نفس کشان و صفت فعلی رانده شده، خواندانده داخل می شوند. این فعل ها را از روی زمان و شخص و شماره تغییر دادن ممکن نیست. 86. مصدر چیست؟ فعلی که عمل و حالت را فهمانده زمان، شخص و شماره و صیغه ندارد مصدر نام دارد. مثال: دیدن، دویدن، گفتن. نشانه گراماتیکی مصدر پسوندی ان می باشد. 87. فعل چند اساس دارد؟ فعل 2 اساس دارد. یکم اساس زمانی گذشته، رفت، کند، چسبید. دویم اساس زمانی حاضره، خور، کشا، دو، نویس. 88. فعل چند شخص دارد؟ فعل 3 شخص دارد. شخص یکم گوینده، روم، می آیم، دیدم. شخص دویم شنونده، روی، دیدی، می آیی. شخص سیوم غائب، رود، می گفت، می آمد. 89. فعل چند شماره دارد؟ فعل 2 شماره دارد. شماره تنها: آمد، رفتم، نه آمدی. شماره جمع: آمدیم، سازید، ندیدم.
نود. فعل چند زمان دارد؟ فعل 3 زمان دارد. یکم، گذشته، رفت، آمد، گفت. دویم، حاضر، رفته ایستاده است. سیوم، آینده، می آید، خواهد گفت.